اشتگان همونطور انا شما همین مسئله یک برادرای عزیز و گرامی، مسئله که یکدیگر همین روسیه که چند سالی که همین خدای مهربان که باور کنیم برادرها، این جای که جای چی بگیم خیلی یگان قرض دیگر ما را نفهمیدون. من هر گاهی همین روسیه خانه میرم هم خیلی در دل میگم که دیگه همونس نمیرم، هم خیلی دم میگم برای که خیلی سفر کاری مشکل برادرها. ما را چندین مقامات ها و هر جا نمی میبره و 3 ساعت و 4 ساعت و پرس و پاس و خیلی همین کاردو که همین مقصد به هر حال سفر بسیار مشکل کار دین کاری وزنین است. ولی خیلی خدای مهربان خیلی شانتی وقتی بعضی برادرها که بسیار خواهش و اکی این دفعه ما همون فارم آمدیم که وقتی ما را چیز کردن خیلی بسیار همون مفتی خبر هستم بچه ها هم بسیار خواهش کردن که در اینجا شما باید اشتراک کنین. ما مقصد برآمده آمدیم. خیلی بعد برآمدن دیگر در مردم تاجیک ما که اصلا خدا برکتشون بسیار دوست دارن و مهمان نوازن، هر یک کدامش دیگر خواهش میکنن که جای ما و شهر ما و همین خدمتی ما با مردم ملاقات ها میکنیم. لیکن در هر ملاقات میام مردم همین فقط داد ای دستی همین پسردنیکو داد ای دستی همیان داد ای دستی کسایی که میبرن مردم کار میفرمانن، فریب میکنن، حقشون هم میخوان. برادرای عزیز و گرامی، در همه جایین یا در کجای باشه نباشه از خدا بترسیم. ای خدا بترسیم. با خدا قسم فکر نکنین که شما این مردم فریب کردین حقشون خوردین. نه، شما این را فریب کردن نمیتونین. همین یک آهی دلی میکنه کو میگه خدای مهربان زهری تنت شوه کو، یا میگه خدا نصیبت نکنه. سخن ای آدم مظلوم ایروی حدیث 7 آسمان هم میگه سوراخ میکنه میگذره، یگان پرده نیست. الله میگه راستا میگه سخنی آدم میآید، دعای راستا میآید. وقتی دعایی که رفت ای نزد خدای مهربان برای پشتیبانی این البته به البته چاره دیده می شود. لیکن تو عذاب یا درد خدا را طاقتش نداری برادر عزیز، نداری. در دنیا هم همین از وقتش تاجیک ما برادرای یک گپ داشتن میگفتن که درخت از آب و انسان ای دعا. اگه وقتی از دعا سبزم که شوی با ای دعا از دعا با برادر بدبخت هم میشه. این مردمی که در اینجا میآیند یا ایروی مستی نمیان کاخی اینجا آمدن برادرها یا ضرورت پیدا شدگی ای. اینا خیلی مشکلات بالاشون آمد. بسیاری هم اینا را من زمانی در مسجد بودم به نام خدا بیان دارم، صدها آدم در بلیت خریدگیم. خودم خریدم گفتم برم قرض نه ما بگی برم. قرض قطعی میخستن می آمدن مقصد در همین جا کار کنن با قرض. بسیارش با ای بانک ها قرض میگرفتن. تصور که برادری عزیز و گرامی آخه همین رحمت در کجای، انصافت در کجای. و پیغمبر نازنین میگه من لا یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. پیغمبر میگه کسی اگر با مردم رحم نکنه الله با او رحم نمیکنه. الله با او رحم نمیکنه. الله رحم نکرد ای برادر تیکه میشه، به خدا قسم پاره میشه. و تو چی چند قزوری نمی یک اندک اگر میکروب هم میگیرد در این مینه سرت بپرتویه یک عمر حرف کردن کچوده دیوانه میگردی، هیچ چی نیستی. الله ظلم بسیار بد میبینه، بسیار الله مهربان ظلم بد میبینه. این ظلمه. فریب نکنین برادر عزیز، فکر نکنین که او شما اگه مقصد آشی بدن تان بشه. نه، هیچ وقت. زین لحاظ
در نسبت حق یکدیگر بسیار احتیاط کنیم. برادر از احتیاط کنیم. میلش تو پسوید که حق تا بگیر. حق تا همون است که برادر عزیز این میجه در من 100,000 مقصد من مصلحت کردگیم 100,000 مصلحت چی دای؟ دادر جان این همی 80,000ش حق شما این همی 20,000ش برای که من کارتون یافتم این من میگیرم. گپ حق چه بگم مردکو بگن اکا 100 جان خدا ما همی کار بگردن میگیریم بگی هم 20,000 از خودت آشی بدنت یکی 80 بعد 100,000 را بگیری بیای با در اینجا 4 زانو بزنی و رو تا سفید سیاه کنی و ما همین بازی برادران یک 70,000 60,000 بگوی قسمی زیاد چه نشانتی و همش حرامن و حرامن برادر عزیز. رای درستش هست آخی خدا عرق تا حرام گفته این ربی ساکای نازنیش حلال گفته آخی خدا پرسنت حرام گفته لیکن مزاربه را حلال گفته او همین هم رای حلال داره حق شبگو حلال دروغ گفتی حرام اتو وقتی حرام میخوری قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو کسانی که ایمان دارید کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا الله را بین کسانی که ایمان دارید اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت کن اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت کن تو اگه سومی مردم در کیست آرق زده سیر بگردی و با بیای در اینجا جمعه بخونی جمعه خاک میشه و نه جمعه قبوله نه شنبه قبوله هیچ کامش قبول نیست. برای همین برادرای عزیز این لقمه حلال بسیار نقش مهم داره برای همین از دیگر را فریب نکنیم حقی از دیگر را نخریم. فکر میکنم حدیث دیگر نمیارم به خدا قسم چندین حدیث ها در ذهنم دارم لیکن یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است برای آدم با فهمم یک اشارش بس است.